سلام، حالتون چطوره؟ یکی از شما عزیزان امروز یه پیشنهاد خیلی خوبی داد و اونم مبنی بر این که از این به بعد از هر مسابقه ما واژه ها رو توی یه پست جداگونه بگیم که هم از لحاظ تلفظ به یادگیری کمک بشه، همین که در آینده اگر خواستید رجوعی داشته باشید به این واژه ها و دوباره ببینیم که از چه واژه های استفاده کردیم، یک سند مکتوبی توی این صفحمون وجود داشته باشه. در وهله اول تشکر میکنم از این دوست عزیزمون و اینکه میریم که واژه هایی که از قبل با هم کار کرده بودیم و توی این دو مرحله مسابقه گفته شده بود رو با هم بشنویم. خب ما قبل از اینکه بخوایم مسابقات رو شروع کنیم 2 کلمه هم قبلش پرسیده بودیم که اون هم اینجا عنوان میکنیم. اولینش ایشپتکا، گربه وحشی. دومی چیچیلاس یعنی سنجاقک. البته خیلی از جاهای مختلفی گیلان، تیتیل، تیتیبول، تیتیفول هم گفته میشه. ولی حالا واژگان مرحله اول مسابقات. اولیش لانتی، مار. لیسک یعنی لوس و نونور. الاتیتی یعنی ماه. ویریشتن، بلند شدن، برخاستن. و اما گیشه یعنی عروسک. این از پایان مرحله اول مسابقات. و بالاخره 5 لغت مرحله دوم. تلاکوته، جوجه خروس. نوغان، کرم ابریشم. تنکش، خمیازه. لپه بازی، توپ بازی. و در نهایت بالکا، زنبیل کوچکی که برای خرید دم دستی ازش استفاده میشد. امیدوارم که از این واژه ها هم لذت و استفاده کامل رو برده باشید. خدا نگهدار.